در میان سنگ ها آینه دارم تا ابد، پاک دلتون چشمه هایم آبیارم تا ابد. نام من از باستان در بیستون حق گشته است، کوه هاسا بیستون و استوارم تا ابد. درود به شما بینندگان عزیز، هواداران برنامه معرفتی و فرهنگی صحبت صاحب دلان. مهمان نوبتی برنامه ادیب شناخته بزرگمهری بهادر هستند. خوش آمدید. سلامت باشید. بزرگمهری بهادر سال 1992 در ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت به دنیا آمده است. سال 2010 بعد از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده داخل شد. معلومات اختصاصی سخنشناس فیلولوژی تاجیک را دارد. سال 2014 برای ادامه تحصیل به انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان شامل شده. سال 2016 صاحب معلومات دوم گردید. بزرگمهری بهادر فعالیت مهنتی را در ماهنامه استقبال آغاز نموده از سال 2014 تا حال کارمند روزنامه جمهوریت است. سال 2016 نخستین مجموعه شعرهایش تحت عنوان همبال تورنه‌ها در نشریات استقبال نشر گردید و سال 2017 با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. سال 2019 کتاب شعرهایش با نام بهار آوردن آسان است از چاپ برآمد. کتاب دیگری شاعر با عنوان سرشار سال 2020 با زیور تب پیراسته گردید. نمونه شعرهایش با زبانهای انگلیسی و ازبکی ترجمه شده در شکل مجموعه‌های علاهیده در مطبوعات دوری انتشار یافتند. چون ما در عرفه تجلیل 29مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم، میخواستم صحبت را نیز از همین موضوع آغاز نماییم. استقلالیت در روزگار خلق تاجیک چی جایگاه دارد؟ مردم تاجیک از قدیم با استقلالیت که هم ریشه و هم معنای آزادی است همیشه تلاش ورزیده است و من شما از تاریخ خوب میدونیم که در راه آزادی چقدر فرزندان ما خواه از جنس لطیف باشند خواه جوان مردان شجاع و دلیر چقدر جان‌نثاری ها کردند و استقلالیت که باز هم میگویم هم ریشه آزادی است پهلو به پهلوی واژه آریانا آریایی می ایستد. چرا؟ چون که معنای یکی از معناهای آریایی یا آریانا یا آریا آزاده گفتنی معنا رو می دهد. یعنی ما از قدیم از تبار آزادگان بودیم و همیشه در پی در تلاش آزادی بودیم و در این راه معلوم است که یونانی ها برای ما چقدر جبر کردند، اوستا را سوختند آمده. بعد از یونانی ها عرب ها بار دیگر هجوم کرده و تله و تاراج کرده و باز هم کتاب اوستا را که ما از زبان موبدا جمع آورده بودیم باز هم سوختند. بعد از آن هجوم ترک و منغیت و دیگر دشمنانی که از ناتوان بینی به شهر و شهرک های ما به منزل های آباد ما فرهنگ ما همیشه لطمه می زدند، تیشه بریشه ما زدنی می شدند. از این چیز همه آگاه هست، این را تاریخ خوب می داند. اما در برابر همین ملت تاجیک همیشه کوشیده است که آزاد باشد. گرچنده که یک حالت‌های بود، سال‌های بودند، عصرهای بودند که تاجیکستان ملت تاجیک دولت نداشت، مستقلاً یک حدودی معین را صاحب نبود از سبب آنکه دشمنان تله و تاراج تنگ کرده او را از سرزمینش به در می‌کردند. لیکن با وجود همین در روحیه او آزادی بود، همیشه آزادی استقلال بود. یعنی که من اینها را برای چی میگم؟ با اون خاطر میگم که با بیننده عزیز به من شما به همه ما معلوم شود که استقلالیت به این ملت چقدر مهم است. بله. یعنی استقلالیت با خونش برابر است، با نفسش برابر است. چون که از تاریخ از هزار ساله ها این نعمت را، این معجزه اگر گویم این معجزه را همراه خودش کشانده آمده است، اما عادی همه خیلی نوارده است با جان‌نثاری ها، با خونریزی ها، با جانبازی ها و سربازی ها تا به زمان امروز، یعنی تا به عصر 21 رسانده است. اینجا بیشتر اطراف ماهیت استقلالیت در پیشرفت جامعه و گرامی داشت ارزش‌های ملی خیلی جالب ابراز نظر نمودید. اکنون میخواستم بگویید که امروز ادیبان چگونه میتوانند در بلند برداشتن معرفت خودشناسی و میهن‌پرستی جوانان سهم گذارند؟ من برای مثال به شما شاهنامه را نمونه میبرم که
شاهنامه عالی‌ترین، بزرگترین و امروز هم بعد از گذشتن عصرها با شکوه‌ترین اثری است که تنها و تنها میهن، وطن و وطن پرستی رو ترنم میکند. فردوسی در 60,000 بیت عالی جناب خود تنها و تنها دفاع از آریانا، دفاع از مرز ایرانویچ، یعنی که اون در حدود ما هم، یعنی ماورا نهر خراسان هم شامل آن بود، اونها را وصف میکند و میگوید که همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این همون صدای فردوسی است که عصرها باز به گوش ما طنین انداز می شود. امروز هم اهمیتش از دست نداده است. برای به همین خاطر اگر ببینید من برای اون که سوال روشن شود تنها از اهمیت شاهنامه حرف میزنم که معلوم شود که ادیبان یعنی اهل قلم برای در ذهن مردم، در ذهن جامعه، در تفکر مردم بیدار کردن خودشناسی، بیدار کردن وطن دوستی، استقلالیت خواهی چقدر نقش دارن، تنها مثال بهترین شاهنامه شده میتونن. اگر شاهنامه را ببینید بعد از هجوم عرب ها، این الکه در عصر نوح نوشته شده است، 9 بعد از هجوم عرب ها، بعد از آنکه که الکه زبان عربی در حدود ماورانهر خراسان الکه تسلط پیدا کرده بود و الکه حتی گروه شاعران نویسندگان با زبان عربی تکلم میکردند، با زبان عربی ایجاد میکردند، فردوسی علی رغم اونها ثابت کرد که نه، با وجود آنه که این زبان مخلوط شد، آمیخته با زبان عربی شد، اما هنوز هم قدرت گفتن تمام رازها را با واژه های خودش دارد و در همین 60,000 بیت همگی 700 مورد از واژه های عربی استفاده برده است و خلاص. باقی مانده 60,000 بیت و جز از همین 700 واژه همه به زبان تاجیکی است، به زبان فارسی قدیم است. ببینید این دلیل از چی؟ از دلیل از آن است که فردوسی با این اثر هم ثابت کرد که زبان قدرتمند است، زبان تاجیکی، هم ثابت کرد که برای این ملت آزاد بودن از یوغ دشمن، آزاد بودن از بند و گره و از زولانه دشمن چقدر مهم است. امروز باید شاهنامه، باید شاعر امروز، نویسنده امروز به درجه باید اثر آفرد، به درجه باید در تلویزیون و رادیو سوزناک و بدرد باید حرف زند، سخنرانی کند که از زیر تاثیر آن نباید یک جوانمرد از خدمت حربی بگریزد. باید خواهشی خودش که بعد از تاثیر همین اثر، تاثیر یک شعر، تاثیر یک اثر نثری، باید خودش برود به خدمت وطن. این چیزها است. برای ما همه وقت برای تحکیم استقلالیت، برای تحکیم پایه‌های دولتداری سخن قوتی دلی هر خورده‌دان است، میگه شاعر. سخن همیشه مهم بود، مهم میماند. کتابی نوی شما که به نزدیکی با زیور چاپ پیراسته گردیده به دست هواداران کلام موزون رسید، سرشار عنوان دارد. میخوام درباره کتاب تازه نشر خود مختصر معلومات دهید. بله، کتاب سرشار که از طرف نشریات ادیب، این هنوز نسخه نمونوی کتاب است، البته نسخه نمونوی کتاب است که من اینجا آوردم برای چاپ کردن همین یک قسم از شعرهای ما رو که در همین کتاب جمع شده است. اونها همین ابتکار پیش گرفتند. من از نشریات ادیب، از راهبریتی آن سپاس خود را به راهبریتی نشریات ادیب میرسانم که این ابتکار نیک، این ابتکار خیر پیش گرفتند و در برابر این 4 ادیب جوان دیگر را هم در برابر کتاب من باز 4 کتاب دیگر که در همین شکل هستند به نشر آماده کرده هستند و من فکر میکنم تا عرفه استقلالیت دولتی که چند روز دیگر باقی مانده است، من فکر میکنم کتاب روی چاپ رو میبیند، کتاب ها همه. و این کتاب اساساً از بخش های مادرنامه و وطن نامه که بخشیده به وطن، به هویت ملی، به این موضوع ها بخشیدند و عشقیه ها و بعدا پاره قطعه ها، بعضی از شعرها اینجا جمع شدگی هستند و با اجازه شما من یکی از اون شعرها رو برای شما قرائت کنم. در وصف اگر وطن باشد من فکر میکنم خوبتر است از اینجا برایتون قرائت کنم، چون وحدت و استقلالیت برای ملت ما مفهوم های هستند که به همدیگر سخت پیش به همدیگر سخت ارتباط دارند. اینها به قول گوشت و ناخن هستند که از همدیگر این دو مفهوم رو جدا کردن نمیشود، استقلالیت و وحدت، چون که اینها همدیگر را کامل میکنند، پر میکنند همدیگر را. به همین خاطر من یک شعر خوانم با نام نوشدارو. در این شعر
خواستیم بیان کنیم که همین وحدت برای این ملت چون نوشدارو آمد. نوشدارو یعنی آب حیات. اگر این وحدت نمی آمد ما میدونیم که ملت، مردم و حتی کشور از بین رفتن کشور، از بین رفتن تاجیکستان ما رو تهدید میکرد که اما چون نوشدارو آمد، چون رد بلا آمد، چون تومار آمد و ملت ما از بلاهای امین داشت. بس رنج داده ما را تاریخ کم مروت، وحدت نآمد آسان بر آستان دولت. رستم چو شیر غرید، آرش ز نو خروشید، سر باخت اندر این راه صد قهرمان ملت. از وحدت و محبت نام و نشانه آمد، شاهنامه با پیام از جاویدانه آمد. در بین قوم تاجیک بحثی من و تو افتاد، اهریمن از پی صد نیرنگ و جادو افتاد. این بار ایزدی پاک سهراب را نکشته، بر دست رستم یل آن نوشدار افتاد. وحدت برای ملت چون نوشدار آمد، با کیمیای وحدت درد و علم سر آمد. تاجیک ملتی که در کوه لانه دارد، تاجیک ملتی که در کوه خانه دارد، در قله شکوهش سیمرغ لانه دارد. ما آفتاب زادیم آزادگان رادیم، از برگه اوستا آتش زبانه دارد. تاجیک از محبت دل بیکرانه آمد، در دل پیام نور و در لب ترانه آمد. تشکر. از نگاه شما برای پایندگی استقلالیت دولتی، وحدت ملی و نگاه داشتن ارزش‌های فرهنگی، ادیبان چطور سهم گذاشته می‌توانند؟ استقلال مفهوم آزاد بودن را ifade می‌کند. آزادی برای رشد شعر تاجیک یگان خیلی تاثیر می‌رساند. من به شما یک سلسله، چند سلسله مفهوم‌ها را براتون اینجا نامبر می‌کنم که اونها اگر از همدیگر اونها را جدا تصور کنید یا از همدیگر جدا کنید، اونها معنای مضمونشان رو گم میکنند. این وطن که میهن هم میگویند، کشور هم میگویند، دیار هم میگویند، چند وریانت های دیگر دارد. وطن، آزادی، استقلالیت، وحدت، همدیگر فهمی، محبت، اخلاق، آدمیت، ادبیات، صنعت، هنر، این یک سلسله مفهوم هستند که مادر، پدر، خانواده، اینها همه سلسله یک گروه واژه های هستند که یا مفهوم های هستند که اینها به همدیگر وجود داشت نمیتونند. اینها همدیگر در همه حالت همدیگر اگر در اینا زنجیربند کنید به هدف میرسید، مخصوصا به هدف دولتداری، به هدف وطنداری میرسید. اگر اینها رو مثلا تصور کنید محبت نباشد و وطنداری باشد، و وطن هم کس محبت میورزد، عشق میورزد. برای این خاطر این مفهوم از همدیگر جدا نیستند. من فکر میکنم که ما امروز وقت است که همین مفهوم ها رو در یک جایگی باید بفهمیم، اینها رو باید جدا نکنیم. امروز من به شما یک مثال میبرم که اگر وطن، همین تنها بینید، همین تنها واژه وطن که گفتم در ذهن شما گذشتی منظمی افسران، پرچم ملی، نشان ملی، سرود ملی، در سرحد ایستادن یک سرباز، اینها جلوه‌گر میشود. من فکر میکنم که وطن با این مفهوم هم محدود نمیشود. همون یک درگاهی که در روستا هر زمان دلتان گم میزند و از شهر میخواهید به طرفی همون منزل، به طرفی همون درگاهی پدرتان است یا مادرتان است میشتابید، اون هم وطن است. اون یک درگاه وطن است. یا که یک سرودی که در زمان کودکیتان پدرتان میشنید و بعد از 10-20 سال شما ناگهان میشنوید و توسط همون یک سرود پدرتان به یادتان میرسد، همون یک سرود هم وطن است. وطن میدونید کسی که اگر واقعا وطنش دوست می‌دارد، کسی که واقعا به تاجیکستان، به وطنش عشق می‌ورزد، وطن در یک گنجشک، در یک شعر، در یک سرود، در یک گوشه نظر ناگیر، در یک باغ، در یک درخت هم میتواند وطن ببیند. ما امروز وقتی همون رسیده است که وطن ما تنها در خریطه نه، تنها با نامش نه، تنها با نشان ملی و سرود ملی و پرچم ملی نه، بلکه ما وطن در همه جا باید ببینیم. باید در پیشتاق مکتب باید وطن ببینیم. در سیمای استاد ما اگر وطن نبینیم ما هیچگاه از استاد علم گرفته نمیتونیم. باید استاد، معلم باید نمادی یا که رمزی وطنداری باید باشد. سلسله دو بیت‌های شما در وسیع مادر در شبکه‌های اجتماعی از جانب دوستداران شعر خیلی گرم استقبال شد. در موضوع مادر سخنی نو گفتن چندان کاری آسان نیست، اما شما نابسته به جوانی در این سمت موفق شدید.
آیا مادر شما در وسعت استعدادتان یگان نقش دارند؟ اگر شما به حیات و فعالیت شاعران معاصر ما یک نظر دوزید، اگر شروع از استاد عینی، استاد ترسونزاده، استاد لاهوتی، استاد شکوهی و بعدا استاد مومن قناعت، استاد لایق، استاد بازار صابر و گلرخسار، همه را من فکر میکنم مهر مادرشان شاعر کرده است. چونکه مادران ما، چونکه اون همه را مهر مادر شاعر کرده است. چرا؟ به اون خاطر که مادرم همه مادری شما هم، یگان مادر در دنیا شاعر نبوده نمیتواند. اولین شعری که من مثلا شما اولین شعری که شنیدید کدام شعر بود؟ الله مادر. آفرین. همین اللهی که مادر از پیش خودش میبافد، به قول او از پیش خودش ایجاد میکند. البته اون مثل شعری که من شما میدونیم موزون نیست، قافیه و ردیف شاید ندارد، شاید وزن ندارد، اما شعر است. بهترین شعر است که از همه شعری که در گوش ما همان وقت شیرین میتابد. به همین خاطرم بیاید من درباره نزاکت و لطافت و محبت و صمیمیت مادر کمتر حرف بزنم و چند شعر بخوانم که همین بازگویی همه رازهای من، بازگویی همه مهر و محبت من به مادر خودم، به تمام مادران باشد. از همین شعرها هم به همون سوالتان جواب پیدا می شود که مادرم درش ایجادکار شدنی من، اگر ایجادکار شدیم، البته این جاده ایجادکاری اول دارد و نهایت ندارد، ما در همین جاده قرار داریم. اگر ایجادکار شدیم، اگر یک بیت مصرعی گفتیم که مقبول خواننده شد، نقش مادرم است. مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، هم راهنمای مادر، هم راهپای مادر. نه شمس جاگزیند، نه ماه دل قریند، هستی چو عرش بر جای، بی تخت و جای مادر. آسایش ندیدی از درد و غصه، اما انده زدای مادر، شادی فزای مادر. ما را گسیل کرده در کنج خانه تنها، بگریستی ز هجران بی های های مادر. ما غافلان اگرچه قدری تو را ندانیم، بالاست قیمتی تو نزد خدای مادر. ما زنگ بسته هستیم، آینه کاری از توست، این جرم و کین ما را از دل زدای مادر. در این سرای کهنه بس نوحه ها کشیدیم، یک لحظه علت را از نو سرای مادر. از نگاه شما دو بیتی های در وصف مادر ایجاد نمودهتان را هنرپیشه خلقی تاجیکستان لاله عزیزова در کدام سطح اجرا کردند؟ یک شعر ایجاد کنید و اون در کاغذ در کتاب باقی بماند، شاید کمتر به دست کمتر کس برسد، اما وقتی که سرود شد، شما میدونید که سرود یک ویژگی خصوصیت خاص دارد که میتواند میلیون ها را فرا بگیرد. مثلا اگر یک شبکه توسط شبکه تلویزیون رادیو اگر شنونده شود، میدونید که هزار مردم اون گوش میکنند. یعنی شعر میتواند توسط موسیقی به دورتر پرواز کند، بال پروازش گشوده میشود. هیچ گمان نمیکنیم که یک زمان اون کس دو بیت‌های ما به آهنگ در آورده میسرایند. این البته یک هم خوشبختی است و هم مسئولیت است برای ما. و اون کس از همون کتابچه اولینی ما که همبال تورنه ها نام داشت، از همون در بخش آخرش سلسله دو بیتی ها بود، از اونجا چند دو بیتی ما گرفته سرود کردن. بسیار سرود نازنین هم بوده. شدگی است که وقتی که مادرم این سرود گوش کرد، اشک شادی ریخت و از شعر من اشک شادی نریخت، اما از سرود اشک شادی ریخت. چون که سرود همین خیلی یک خصوصیت، همین خیلی یک خاصیت عجیب دارد که دلها رو به تحریک میبرد، دلها رو انگیزه میبخشد. من دو سه نمونه اونها رو میخونم. و مانند دل خود دل نیابی، چو حولی پدر منزل نیابی، نشینی با خردمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی. درونی شعر خود محفوظ مکنون، لبم را از سخن میدوزم اکنون، همه سوزی دلم بیهوده بوده است، برای مادرم میسوزم اکنون. خب بیاید پارچه از همین سرود را پیشنهادی بینندگان مینماییم. بگذار باشد.
نشینی با خیرتمندان دنیا به مثل مادرت عاقل نیابی نشینی با خیرتمندان دنیا به مثل مادرت عاقل نیابی دلی من عرصه سوز و گداز است رهی مقصود من شب و فراز است دلی من عرصه سوز و گداز است رهی مقصود من شب و فراز است بهار آوردن آسان است یاران به مثل ترنه ها راهم دراز است بهار آوردن آسان است یاران به مثل ترنه ها راهم دراز است درون شعر خور محفوظم اکنون لبم را از سخن میدوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم میسوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم میسوزم اکنون تمامی روزی عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم تمامی روزی عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم دل را برده باشم بختیارم دل آزرده باشم دل فگارم دل را برده باشم بختیارم دل آزرده باشم دل فگارم دل آزرده باشم دل فگارم وقتی که شعرهای در موضوع وطن ایجاد شده با پیروی موسیقی و صدای خوش سراینده پیشکش مردم می شود زود آن شعر پر و بال می برارد. خب چقدر که خود شما هم خلق کردید ایده برای نظران که موسیقی به شعر بال و پر می بخشد آیا در آینده مقصد دارید که با سرایندگان همکاری نمایید؟ برای همکاری با سرایندگان برای همکاری بی‌غرض آماده هستم به چه خاطر؟ به اون خاطر که شما میدونید که امروز فضای شبکه‌های اجتماعی رو تلفن و پلانشت های جوانای ما رو یک سلسله سرودهای پخش کردگی هستند که اونها اکثریتشان متن بسیار هم بی‌مضمون، متن‌های حتی غیر اخلاقی، متن‌هایی که حتی در اون متن‌ها میبخشید زبان تاجیکی تحقیر میشود، زبان تاجیک را مخلوط میکنند، آمیخته میکنند با زبان‌های ترکی و روسی و باز با کدام یک زبان‌های کوچگی، زبان‌های وولگری میگن اونها رو، با زبان‌هایی که حتی افسوس که من میشنوم که
баъзе аз сурудҳои мо дар сурудҳои мо ҳатто дашном, ҳатто баъзе суханҳои қабиҳ ҳам истифода мешавад. ва ба хотири пешгирии ин падиде, ин зуҳуроти бисёр номатлуб ки афсӯс ки ба тарбияи ҷавонони мо бисёр таъсири сахти манфӣ мерасонад, ҳар сарояндае ки агар муроҷиат кунад, ман чунки дар ҳамин китоби дигарам ки ҳоло ман инҷо афсӯс навардан, баҳор овардан осон нест, бо сарлавҳаи зарабони дил як силсила сурудҳои худам тарона ҳам менависам, яъне ки як силсила таронаҳои худамро ҳам онҷо ҷо кардам ки онҳо аз назари мазмуни муҳтаво ҳам як нав ба мувофиқи фаҳмиши мардум аз сабуктар ҳастанд ва ҳам вазну қофияу онҳо ҳам хеле мувофиқу мӯҷаз интихоб шудагӣ ҳаст ки ба суруд мувофиқтар афтад. Ба ин хотир ман тайёр ҳастам, омода ҳастам ки дар оянда низ ҳамкорӣ кунам ва аз ҳамин фурсат истифода бурда ба чандин азизон аз ҷумла ба Сарвар ёдгорӣ ки ҳамин мушкилписанд, модар мушкилкушои модар ба наздикӣ сабт кардан дар вилояти Суғд, аз он кас сипос мегӯям ки ҳамин шеъра ҳамчун суруд сабт карданд. Аз Хуршед Иброҳимзода ё Хуршед Иброҳимов ки шашмақомсарои бисёр мумтоз ҳастанд. Шумо медонед ки дар Тошкент дар чанд симпозиумҳои бузурги шашмақомхонӣ рафта миллати моро муаррифӣ карданд. Як ғазали моро бо номи шоҳу дарвеш зи ташвиши ҷаҳон эмин нест, ҳамин ғазала ба оҳанги шашмақом дароварданд. Сипос мегӯям ба Ином Каримов ки қариб 5-6 шеъри мана ба оҳанг даровардагӣ ҳастанд, ба Шодварз Мирзоев ки дар Панҷакент аввалин шеърҳои маро ҳанӯз донишҷӯ будем ки суруд кардагӣ буданд, ҳоло дар базмҳои мардуми Панҷакент месароянд. Ман гоҳ-гоҳ Панҷакент меҳмон мешавам, мебинам ки мардум истиқбол доранд аз ин шеърҳо. Ва аз Хуршед Муҳаммадиев ки дар оҳанг бастани чандин шеъри ман, он кас оҳангсоз ҳам ҳастанд, ширкат доранд дар ноҳияи Диваштич. Аз ҳама азизоне ки дар Истравшан 3-4 ёру бародарои азизи мо, аз ҳамашон як ҷаҳон сипосгузор ҳастам ки шеърҳои хоксорона шогирдонаи маро аз ҳамин ҳоло ба оҳанг даровардагӣ ҳастанд. Сипос мегӯям. аз нигоҳи шумо ҳамчун рӯзноманигори шинохта ва эҷодкори ҷавон озмуни ҷумҳуриявии Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст, то кадом андоза мардумро ба китоб ва китобхонӣ ҷалб намуд? Аслан Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст ки аллакай соли дуюм дар Тоҷикистон ҷараён дорад. Ин озмуни ҷумҳуриявӣ аст ва сарпарасти он худи сарвари давлат ҳастанд ва худашон пайгирӣ карда истоданд ки озмун чӣ гуна ҷараён дорад. ва шумо медонед ки соли дуюм аллакай ҷоиза пулиҳо ҳам миқдорашон афзуд ва маънову мазмуни дигар пайдо кард ва бахши шоири ҷавон ҳам ба таркиби озмуни Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст ворид гардид. Акнун чӣ аҳамият дорад? Медонед, Фурӯғи Субҳи Доноӣ китоб аст, агар гӯем ки китобхон будани, бо китоб ошно, бо китоб дӯсту рафиқ будани миллати моро собит кард гӯем, хато намешавад. Чунки мо албатта дар рӯстоҳо, дар минтақаи гуногуни Тоҷикистон бо китоб дӯсту ошно буданд, аммо ба миллат ин чиз рӯнамо намешуд. Яъне ки бинед тавассути телевизион вақте ки шумо ҷараёни агар озмунро мана аллакай ҳозир соли дуюм бахшҳои аввалу дуюм ба фикрам ноҳиёвиш ҳам гузашт. Агар шумо мушоҳида карда истода бошед, як ҷавон духтару як ҷавон писаре ки шояд 16-17 сол дорад, ҳатто 15 сол дорад, бубинед шоир чӣ тавр масалан шеърҳои инқадар ғазалҳои бисёр аз ёд кардааст, рубои дубайтӣ аз ёд кардааст. Ва муҳим аз ёд кардан нест, муҳим он дарк кардааст. Вақте ки ҳайати ҳакамон мепурсанд ки ҳамин қисмати ғазал, ҳамин мисра, ҳамин байт чӣ маънӣ дорад, вай метавонад маънидод кунад, шарҳ диҳад. Ин бисёр хурсандиовар аст. Вақте ки як кӯдак, як наврас бо вуҷуди наврас буданаш, бо вуҷуди синни солаш ҳанӯз ба балоғат нарасидагӣ аст, ҳанӯз донишгоҳ надидагӣ аст, дар синни соли мактабхонӣ асту, аммо ҳофизро мефаҳмад, бедилро мефаҳмад, шоҳномаро дарк кардааст ки чаро Фирдавсӣ басе ранҷ бурдам дар ин сол 30 аҷам зинда кардам. Баъд ин порсӣ мегӯяд чаро Фирдавсӣ 30 сол ранҷ бурд ва шоҳнома навист. Ин чизҳоро аллакай медонад. Медонед, ман аз ҳамин чиз бисёр шод шудам. Фурӯғи Субҳи Доноӣ бори дигар исбот кард ки ин миллат
ملت کتاب است. ҷаҳонишавӣ чӣ гуна ҷараён аст ва дар замони ҷаҳонишавӣ чӣ тавр метавон асолати арзишҳои миллиро ҳифз намуд? امروز در جهان هر یک ملت رو با یک عرف و عادت یا سیاحی یا یک هنر یا یگان ویژگی دیگر میشناسند. این طبیعی است. این هم خیلی از قدیم هم خیلی آمدگی است که اگر وقتی که شما چین گفتید خود از خود دیواری بزرگی چین بله. خود از خود چای چینی ببینید چای هم واژه چینی است. ببینید امروز که اینقدر سر استعمال است چای اینها همه که واژه چینی است. واژه چین چای هم که از خود خیتای و هندوستان به ما رسیده آمده است با واسطه اینها میشناسند. با واسطه ژاپنی ها را با واسطه مدنیت بلندشان با واسطه اون کیمونایی که به تنشان میپوشند که خاص اونها است میشناسند و هندوستانی ها را با اون لباسی که با نام ساری به تن میکنند زنهاشون یا با اون فیلم های مشهورشون که از امیتابh بچن و از شاهرخ خان سر کرده تا کجال اونها دل هزار میلیون ها بیننده های جهان با فیلم تنها تاثیر کرده هستند. هندوستان با اون میشناسند. اکنون ایتالیا رو با اون اپرای مشهورش که من رستم دولویف هم دیاری ما هم در ایتالیا امروز اپرا خوانی میکند با اپرا میشناسند. هر یک ملت و هر یک کشور رو با یک هنر با یک ویژگی خودشون میشناسند. اکنون ملت ما رو با چی میشناسند؟ ملت ما رو با سخن با فرهنگ با کتاب میشناسند. چرا؟ چون که ما در همین آسیای مرکزی و اگر خطا نکنم در جهان هم از 10 ملت یکی از یک ملت باشیم که قدیمترین کتاب اوستا رو داریم که پیش از میلاد انشا شده است در زمان زردشت. این خیلی یگان ملت هنوز این خیلی کتابی که پیش از میلاد نوشته شده باشد و اثبات کند که همین تاریخ همین ملت چی از کجا پیدا شده است. این خیلی کتاب نداره هیچ کس. ما داریم. یا که ما تنها ملت تاجیک است که بندهیش دارد، تنها ملت تاجیک است که یادگاری بزرگمهر دارد، تنها ملت تاجیک است که پازند و زند و اوستا و کتاب‌های قدیمه دارد. اگر خطا نمیکنم که گویم اگر فرانسوی ها هم به شعر عشق بسیار دارند. من حاضر ادبیات معاصرش کمتر میخوانم لیکن من این تا عصر آخر عصر 19 و اول عصر 20 ادبیات برای اونها مثل یک نفس بود. یعنی که فرانسوی ها هم به ادبیات سخت عشق می‌ورزند. لیکن با وجود همین مثل ما اینقدر شاعری بسیار ندارند. مثل ما اینقدر ادبیات بزرگ ادبیات عالمشمول ندارند. این ما هستیم که حافظ داریم که حافظ گیوته بزرگترین شاعر آلمانی میخواند و گریه میکند میگه که کاش که من همزمان تو بودم، کاش که به من میسر میشد که در خدمت تو میبودم، کاش که من زیارت تو رو میکردم، کاش که دست تو رو میبوسیدم. این گپ گیوته است نسبت به حافظ. ببینید جهانیان بزرگترین شخصیت های جهان امروز عاشق حافظ هستند. آن دنوای گفتن یک خانمی فرانسوی عاشق سعدی است و وقتی که مرگ نزدیک میشود و بیمار میشود وصیت میکند که در فرانسه در یک گوشه مخصوص مثل مقبره سعدی مقبره سازید به من. مقبره که در ایران است امروز در شهر شیراز است. میگه برای من یک مقبره سازید که مثل مقبره سعدی باشد. ببینید آرزو میکند که مثل بزرگان ما باشد، مثل بزرگان ما از جهان گذرد. یا که حضرت مولانا امروز جهان سیر میکند. شما میدونید که پرفروشترین کتاب چند سال قبل در آمریکا کتاب مثنوی معنوی بود. امروز به زبان انگلیسی قریب پررچ شده است و به نزدیکی یک خوشخبری دیگر که شاهنامه فردوسی در فرانسه پرره 60,000 بیت بار اول خیلی قسم ترجمه شدگی بود لیکن بار اول اگر خطا نکنم روس‌ها شاهنامه را پرره ترجمه کرده بودند لیکن بار اول شاهنامه در 60,000 بیت پرره در فرانسه به زبان فرانسوی ترجمه شده روی چوبراتی در بزرگترین یک نشریات دولتی فرانسه. من این همه بزرگی و اصالت و شکوه ادبیات خودمان را با مثال ها برای چی اینجا بررسی کردم؟ به اون خاطر که با بیننده عزیز ما و مردم عزیز ما روشن شود که ادبیات برای معرفی کردن این ملت بسیار سهم باسزا دارد و ادبیات شما میدونید که با هنر سخت وابستگی است چون که هنرهای زیبا مثل که تئاتر است، مثل که هنرمندی است، مثل که یک دوختن لباس، مثل که یک کلال ساختن یک کوزه، اینها که به روی خطی در ردیف هنرهای زیبا قرار دارند اینها همه با ادبیات سخت آمیخته هستند. به همین خاطر امروز ما توانستیم که با واسطه معرفی کردن
فلک که یکی از ژانرهای بسیار قدیمی ملت ما است. سرود ژانر فلک، ژانر شش مقام، چکان که من سال گذشته ما فهرست فرهنگ غیر مادی یونسکو شامل شد. آش پلاو، نوروز که جهانی شد، مهرگان که الکی با روی خطی جشن ها. ما حالا کوشش داریم که ترگان رو هم با همین روی خطی جشن های یونسکو داخل کنیم. این کوشش از طرف عالمان ما جریان داره. همه این دلیل از آن است که ما میتونیم جشن صده بله. همه این دلیل بر آن است که ما میتونیم توسط فرهنگ، توسط اون سنت و آیین های نیکی گذشتگانمون که امروز کم کم برقرار شده سودن، کم کم احیا شده سودن، ملت رو معرفی کنیم. برای شما در کدام موضوع ایجاد کردن بیشتر پسند است؟ اگر ایجادکار باشید، خواه رسام باشید، خواه هنرمند باشید، فرق نداره. مهم است که شما با هنر سر و کار داشته باشید. خواه شعر هم نویسید، خواه نثر نویسید. بسیار میخواهید که در موضوعهای گوناگون، موضوعی که دلتون میخواهد نویسید، اما وای از شما وابسته نیست. میدونید شما در نقشه میگیرید که من باید در موضوعی مثلا مکتب یا جوانی چیزی باید بنویسم، گفته میگردید در ذهنتون هست، نقشه دارید. وقتی که الهام میبیاید و وقتی که یک درد، یک مسئله مهم یا یگان حالت، یگان منظره عجیب شما رو به وجد میبرد، به هیجان میبرد، دیگر اون نقشه ها برباد میروند، خود از خود موضوع عوض میشود. یعنی که ایجادکار هیچگاه موضوع رو انتخاب کرده نمیتوند، بلکه درد است که به موضوع تبدیل مییابد. داغ است، یگان هیجان، یگان محبت، یا یک لحظه چشم دوختن به چشم یک کودک معصوم که بیگناه است، یا یک لحظه نظر افکندن به سوی یک خانومی که کوچه میروبد، کوچه روب است. همین کافی است که همون در ذهن شما موضوع رو به بار بیارد. یعنی موضوع پیشکی انتخاب نمیشود. دوشنبه پایتختم شهر گل هاست. دوشنبه شهر دخترهای زیباست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتند. دوشنبه شهر دلهای مبراست. روند کارهای آبادانی در شهر دوشنبه به شما همچون ایجادکار منبع الهام بوده میتواند و اما نقشه های منبع ایجادی چگونه‌اند؟ البته ما 2010 سال 2010 این طرف مقیم دوشنبه هستیم. البته مقیم نیو همین کوشش داریم که ساکن دوشنبه شویم. دوشنبه یک شهر معجزه‌ناک، یک شهر آلوفته و آزاده و جوان است که هر کس رو هم زود با آغوشش نمیپذیرد. دوشنبه به مثل یک خانمی تکبر، یک خانمی زیبا و قشنگ است که زود به دلش راه یافته نمیشود. برای اینکه شما مقیم دوشنبه شوید، برای اینکه دوشنبه شما رو بپذیرد، برای اینکه دوشنبه شما رو دوست دارد، باید خیلی خیلی رنج کشید. چون که شما میدونید که در دوشنبه بهترین شخصیت ها، بهترین هنرمندان، بهترین شاعران، نویسندگان، بهترین عالمان اینجا جمع شدگی هستند. برای اونا یک دوشنبه یک روح دارد و تا زمانی که شما با این روح اونس میگیرید، با این شهر اونس میگیرید، خیلی مدت ها سپری باید شود و شما باید خیلی رنج بکشید، مخصوصا اگر ایجادکار باشید. من این همگی 10 سال شده است. اونها حتی در دوشنبه کسانی هستند که 50 سال باز زندگی میکنند. در دوشنبه کسانی هستند که 90 سال باز از اون زمانی که تأسیس یافتگی است در دوشنبه زندگی میکنند. اما هم در این مدت 10 سال کوشیدیم که دوشنبه ما یک دوست داره. ما دوشنبه دوست میدونیم. یکی دوشنبه ما را دوست داشتنش این مسئله دیگر است. ما برای اون که دوشنبه دوست دارد باید برای آبادی همین یک کاری کرده باشیم. اگر کاری نکردیم، اگر نهال نشناندیم، چون در دوشنبه هنوز یک پارچه زمین نداریم که در اونجا نهال شنانیم و زمینش آباد کنیم، ما کوشش میکنیم که با قول حضرت حافظ یا به قول حضرت فردوسی که تخمی سخن بکاشیم و همین کشور، همین یک گوشه آبادی نازنین تاجیکستان ما که دوشنبه نام دارد آباد کنیم. حضرت مولانا هم میفرماید، مولانای بزرگ، که در این مزرعه پاک بجز عشق، بجز مهر دیگر تخم نکاریم. ما باید در همین خاک دوشنبه بجز مهر، بجز عشق دیگر تخم نکاریم. باید دوشنبه هم خیلی یک مکان باشد که دلها به دلها را به دلها بپیوندد. خب همین
شعری که شما در وسیع دوشنبه بله. ایجاد نمودید بله. با آن آهنگ نیز بستن همین بله طور؟ بله 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 بله. خب بیادن همان سرود را پیشنهاد بینندگان میکنیم و یک جای گوش میکنیم. دوشنبه پای تختم شهری گل هاست، دوشنبه شهری دخترهای زیباست. دوشنبه پای تختم شهری گل هاست، دوشنبه شهری دخترهای زیباست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهری دلهای مبراست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهر دلهای مبراست. دوشنبه 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 شهر دلهای مبراست. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی ثانی. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی ثانی. بهین عنوان این شهری محبت، جوانی و جوانی و جوانی. بهین عنوان این شهری محبت، جوانی و جوانی و جوانی. جوانی 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 و جوانی و جوانی. دولتی در اینجا مال و ثروت هم نیابی، تو میابی یقین صد دولتی. دوشنبه پای تختم شهری گل هاست، دوشنبه شهر دخترهای زیباست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهر دلهای مبراست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهر دلهای مبراست. دوشنبه 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 پای تختم شهر گل ها. دوشنبه 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 پای تختم شهر گل هاست، دوشنبه پای تختم شهر گل هاست. دوشنبه پای تختم شهر گل هاست.
برای یک چنین صحبت صمیمی و پرمحتوا به شما ایثار سپاس می‌نمایم که دعوت ما را پذیرفتید و مهمانی برنامه صحبت صاحب بیلان گشتید. باور دارم که در آینده نیز چنین صحبت‌های پرمحتوا داشته باشیم.